بله، مسئله ثروتمند بودن اینها، نه علی نه محمد، هیچ کدام اینها در آغاز ثروتمند نبودن. اینها زندگیشون رو با راهزنی و با بالا کشیدن و به زور گرفتن اموال دیگران میگذروندن. و یکی از سروده های مولای رومی رو من براتون خوندم، اون ضعیفی رو که آوردن که ادعای پیغمبری میکرد، مردم به شاه گفتن آقا این پدرشو در بیار. شاه نشوندش، آدم مهربانی بود و گفت آقا تو که یه کشیده بهت بزنن از بین میری، چرا ادعای پیغمبری میکنی؟ تو صبح چیزی خوردی؟ گفت نه والا. گفت جایی میخوابی؟ گفت نه جای خوابیدنم ندارم. گفت پس چرا اینقدر حرف میزنی؟ گفت اگه من جای خوابیدن داشتم و غذایی برای خوردن داشتم ادعای پیغمبری نمیکردم. این مال مثنوی معنویه. خب حالا با توجه به این نگرش و با توجه به اون چیزی که تاریخ راستین اینهاست، اینا آدمای پا برهنه و گرسنه‌ای بودن. سرمایه‌دارترینشون که میگن خدیجه بوده، اون در میان ملت فقیر و که آبگیرشون نمیومد، نان نداشتن و سوسمار میخوردن، نسبت به اونها سرمایه دار بود. نه سرمایه داری که مثلا حتی اگر میومد به منطقه کوفه میتونست جلوی فقیرترین فرد مردم ایران بگه سرمایه داره. نه، نسبت سرمایه اینها اینجوری بود، مثلا 40 تا دونه خرما داشت، این سرمایه بود. و طبیعی هنگامی که محمد فاطمه رو به علی میده، این آدمای فقیری بودن، طبیعت اون فضای اون هنگامه. اما علی که وقتی فرش طاق بستان آورده میشه پیش عمر و بلند میشه، من از تاریخ براتون خوندم، و میگه آقا شما این فرش رو آقای عمر نگرش ندار، ای به تیکه پارش کن بده مردم، و عمر همون فرش رو تکه میکنه. به روایتی 25 1000 دینار و به روایتی 20,000 دینار بهای اون فرش، اون یه تیکه‌ای که به علی میرسه میدن، و میشه خودش 40,000 20,000 دینار، معادل چیزی معادل 60-70 میلیون حالا. خب شما طبق این آماری که خود شما دادین، شما در اینجا میگید که 120,000 دینار یعنی تقریبا به پول امروز 150 میلیون تومان میشود. خب 20 خودش کلی میشه چند میلیون تومان میشه از یک تیکه غنیمت به دست آوردن. و اینها تمام سرمایه ملت ایران رو غنیمت گرفتن، تا اونجایی که سعد ابن ابی وقاص کاخ عقیق درست کرد. این غنیمت ها که می اومد، من براتون روایتی رو میخونم از خود تازی که وقتی آمد و مقدار زیادی پولهایی رو آوردن در مسجد و عمر شروع کرد به تقسیم کردن، به حسین که اونجا ایستاده بود 6,000 دینار داد، به پسر خودش 2,000 دینار. روی ارادتی بود که مثلا فکر میکرد به نظر خودش به علی و محمد داره. اینا همه پول بوده قربون میاد، و اینها با سرمایه های ملی ما و غارت هایی که از کشور ما میشه همه سرمایه دار میشن. چرا که نشن؟ اینا از خونه پدر نیوردن. اینا اگر خرما رو به عدد میخوردن آقا جان، اینو من شوخی نمی کنم، این مسئله تاریخه. در خانه هاشون مقدار خرمایی که اگر کسی 4 درخت خرما داشت، باید این رو به تعداد روزهای سال تقسیم میکرد میان بچه هاش. نان و خرما این خوراکشون بوده دیگه قربون. این تا زمانی بود که اینها به کشور ما یورش نیاوردن. بعد که به کشور ما یورش آوردن، بعد میبینید خامه داشتن، سرشیر داشتن، پول داشتن، سرمایه داشتن. کسی که همه اینا رو نداشت ملت ایران بود، و کسی که با پررویی تمام امروز داره برای حسین تازی به سینه میزنه، وقیح ترین بیمقدار ترین ملت جهان میشه گفت همون گروه از ایرانیانی هستن که برای دشمنان پدران و مادرانشون دارن به سر و سینه میزنن. اینا دیگه کثیف‌ترین نوع بنی آدمن.